بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما یک تکنیک کار میکنیم که چه قسم میتونیم موبایل صفحهش در کامپیوتر نشان داده و از او استفاده بکنیم یا وصل کردن موبایل در کامپیوتر. خب از این قسمت شما در موبایل قبلش میاین اینجا در قسمت پنل پایان تنظیمات موبایل و در اخیر اسکرول میکنین در بخش درباره تلفن. در اینجا که اومدین در قسمت اطلاعات نرم افزار و در اینجا بالای شماره ساخت چندین بار کلیک میکنین تا اینکه گزینه‌های برنامه نویسان یا گزینه‌های توسعه دهنده فعال شود. بعد از این قسمت بک میگین این در اخیر باز گزینه‌های تهیه کننده فعال میشه و بعد از این میین در این قسمت دو آپشن فعال میسازین. این اشکال زدایی یو اس بی است. این در صورتی است که از شما از طریق یو اس بی چی میکنین وصل میکنین از طریق کیبل به یک کیبل یا به یک یو اس بی کیبل شما ضرورت دارین تا اینکه یعنی صفحه موبایل در کامپیوتر نمایان شود و از استفاده بتونین. و این قسمت اشکال زدایی بی سیم است. این در صورتی است که شما با یک وای فای یعنی چی باشین متصل باشین هم کامپیوتر و هم موبایل. باز در صورت بی سیم یا بدون کیبل هم شما میتونین که از این استفاده کنین. و بعد از این انجام دادن اینی مراحل در موبایل شما یک برنامه از در کامپیوتر رو داشته باشین به نام SCRCPY است. ما میم در این قسمت در بین سافتویرهای خود و برنامه را دارم یعنی SCRCPY. دبل کلیک میکنین این برنامه را باز میکنین و در این قسمت میاین دبل کلیک و در اینجا یعنی SCRCPY.exe را چی میکنین بالاش دبل کلیک میکنین. فعلا متصل است موبایل در کامپیوتر ما ایره چی میکنم کلوزش میکنم یا بسته میکنم یعنی دوباره چی میکنیم همی حالت فعال میسازیم. من در دیس پی سی برنامه را پیدا میکنین و در قسمت کامپیوتر سافتویرز SCRCPY یا اسکریپتی هم میگن یا در حقیقت اسکریپتی خوانده نمیشه. دبل کلیک میکنین در این قسمت و اینی برنامه باز میشه. در موبایل باز از شما اجازه میخواد زمانی که اجازه دسترسی را دادین باز به این شکل موبایل شما در کامپیوتر چه میکنه صفحهش نمایش داده میشه و میتونین از هر قسمتش استفاده بکنین. و در اینجا ببینید برنامه ها از گالری است، تلفن است، فیسبوک است، واتساپ است، از هر یکش میتونین که یعنی استفاده کنین و دسترسی 100% در موبایل شما دارین از این طریق و تمام.